حامیان حقوق در تاجیکستان بار اول نقشه شکنجه و بدرفتاری در سراسر کشور را ترتیب دادند و بر اساس شکایت 200 نفری که به سازمان‌های حامی حقوق درباره بدرفتاری و از جمله اذیت یا خویشاوندانشان یا خودشان به سازمان‌های حامی حقوق شکایت کردند. مثلا این خریطه‌ای که می‌بینید خریطه تاجیکستان است و اینجا نمونه ها آورده شده است. در امور داخلی در ناحیه شاه منصور احتمالاً 6 نفر یا شکنجه شدن یا بدرفتاری با آنها صورت گرفته است. در ناحیه سینا و در ناحیه سامانی در شعبه های امور داخلی ناحیه سینا و سامانی 7 نفری و همین گونه از ناحیه شهر اسفره 8 شکایت رسیده است و اینجا هم آمده است که در کدام زندان ها و یا در کدام مؤسسه‌های اصلاحاتی مردم شکنجه شدند یا با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. از جمله در شعبه امور داخلی کولاب 3 نفر گویا شکنجه شدند یا با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. از پنجکن هم هست، در اورودتپه هم هست و در اینجا در شهرستان اونجایی که سیاه میبینیم این نقشه های سیاه و یا خانه های سیاه بازداشتگاه هستند. این بازداشتگاه زندانی رقم 1 در نارک هست که از اونجا یک شکایت رسیده است. از قرغانتپه هم یک شکایت هست و از بازداشتگاه شهر دوشنبه 2 شکایت آمده است و در عموم به گفته حامیان حقوق در بسیاری از شعبه های امور داخلی موارد شکنجه ثبت شدند و 60% شکایت جبر دیدگان در تاجیکستان از رفتار کارمندان وزارت امور داخلی بوده است و همین گونه از کمیته امنیت از رفتار کارمندان کمیته امنیت شکایت کردند و از جمله یک موردی را یادآور شدند که گویا ماموران امنیتی هنگام بازداشت برادر یک دختر 13 ساله در ناحیه ختلان تا حد به این دختر 13 ساله فشار آوردند که او از ترس از هوش رفته است. هرچند مقامات تاجیکستان میگویند که در کشور حادثه های شکنجه مشاهده می شود ولی نه به حدی که سازمان های حامی حقوق تصویر میکنند. در تاجیکستان برای شکنجه جزا تعیین شده است و دادستانی هم گفته است که در چند سال اخیر چندین نفر از افسران و از جمله کارمندان مقامات انتظامی برای رعایت نکردن قانون و روا دیدن اصول های ناروا هنگام بازداشت و بازپرسی متهمان جزا گرفتند.